به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک چند خوبه که در کامنتاریا با ما ارسال شده است، من سوال ها را نمیخوانم، جواب بدم و کسانی که کامنتاریا کرده بودند به خاطر الله جل جلاله جوابش نمیگیرند. پرسیده است کلوبنیک در خواب چه تعبیر دارد؟ کلوبنیک در خواب درآمد زیاد و فایده‌ناک است. نفر دیگر پرسیده است یک جا در گرفته ایستاده است، البته آتش را در نظر دارد. در خواب تجسمگر جنگ، عذاب، آشوب و تلفات یا فلاکت است. رفت و آتش دودی بلند داشته باشد، چنین خواب دهشت انگیز و اذیت آور است. نفری که در خوابش به آتش سجده می کند جانبدار جنگ است و شیطان را می پرستد. شخصی که در خوابش آتش را استعمال می کند حق صغیره را می خورد یا با پول حرام روز می گذراند. رفت و آتش در خواب انسان را دنبالگیر شود، از سر زدن جنگ یا مرگ دلالت می دهد. اگر نفر در خواب لباس یا یگان عضو خود را در کام آتش ببیند دچار مصیبت می گردد. آتشی که روشنی و فایده می دهد بی خطری برای نفری است که در حالت ترس قرار دارد. نفری که در خواب میان آدمان آتش می افروزد میان آنها جنگ و نزاع می خیزاند. خاموش گشتن آتش در خواب از خاتمه یافتن جنگ پیشگویی می کند. شخصی که در خوابش آتش افروخته هم خود و هم دیگران را گرم می سازد برای خود کاری مفید پیدا می کند و از ناداری رها می یابد. نفر اگر آتش را در خواب نشانه صادر نمودن گناه های انسان می شمارد. آتش پایمال شده در خواب نشانه در حالت خواطی پیوسته قرار داشتن را دارد. آتش را در خواب خاموش کردن معنای کاری را از تحت دل به سامان رسانیدن را دارد. آتش به خدا ترسی و تقواداری نیز اشاره می کند و همزمان معنای آن را دارد که شخصی چنین خواب دیده در راه درست است. در خواب علنگه آتش را خواب دیدن از شنیدن خبرهای تشویش آور درک می دهد که باعث بد شدن وضع سلامتی و برباد رفتن عمر می گردد. برادر دیگر پرسیده است ماهی یعنی ماهی می گیرد و ماهی کمتر پس گم می شود و بعداً دوستش با او باز هم ماهی می دهد و ما انشاءالله تعبیری که ماهی در خواب چه تعبیر دارد بیان بکنیم و انشاءالله خلاصت آن میبریم. رفت شماره ماهی در خواب معین باشد تعبیر این خواب زن است. اگر شماره ماهی نامعین باشد پس چنین خواب همچون بایگری و درآمد پولی تعبیر میگردد. ماهی زنده در خواب دختری بکر است. شخصی که در خواب ماهی میقپد توسط مهنت سنگین بایگری به دست میآورد. ماهیچه در خواب نشانه غم و اندوه است. خواب دیدن شور ماهی نشانه از جانب برادر یا شخصی منصبدار غم و کلفت دیدن است. در بعضی سرچشمه ها در خواب استعمال کردن ماهی شور معنای آن را دارد که در حیاتتان حادثه خوب سر میزند. ماهی بیریان در خواب نشانه به دست آوردن علم و دانش است. نفری که در خواب ماهی بیریان می کند به کاری بی‌فایده مبلغی زیاد صرف می کند یا پولش بیهوده خرج می گردد. استعمال ماهی بیریان در خواب از رخ دادن نافهمی و نزاع عائلوی درک می دهد. سوال نفر دیگر که گفته است شعر در خواب چه تعبیر دارد؟ شعر در خواب نفران بی ایمان و بی دین هستند که از جماعت دور گشته‌اند. خواب دیدن شعر باز به نفر اشاره می کند که صاحب قدرت است و به دیگران فشار می آورد. در بعضی حالت‌ها شعر در خواب نشانه جاهلی و جهالت، تکبر، خودپسندی، خردگری و عیبجویی و کبر است. باز میگویند که شعر در خواب تجسمگری دشمنی است که از دستش هر کار می آید. نفری که در خوابش به شعر مبدل می گردد در بیداری ظالم و ستمگر می شود. در خواب به بالای شعر نشستن معنای باورار انجام یافتن کارهای مشکل را دارد. کشتن شعر در خواب از درد و غم رها گشتن و به زندگی تنج و آسوده رسیدن است. در خواب از شعر گریختن از بدبختی دهشتناک نجات یافتن است. عقاب در خواب همچون شاه یا راهبر دولت تعبیر می گردد. استعمال نمودن گوشت شاه عقاب یعنی شاهین
нишонаи ба даст овардани қудрат аст. дастгир намудани уқоб дар хоб далолати он аст ки дар бедорӣ дуздеро дастгир намуда моли дуздидаро бармегардонад. ҳамзамон нафаре ки уқобро хоб мебинад сарватманд мегардад. гурбаи мода дар хоб хизматгор аст ва таъбири дигари гурбаи мода дар хоб ин дӯст аз ҷумлаи пайвандон аст. баъзеҳо бар он ақидаанд ки гурбаи хонагиро хоб дидан нишонаи хушҳолӣ, оромӣ ва истироҳат дар соли оянда аст. гурбаи ваҳшӣ дар хоб нишонаи бебарорӣ ва хастагӣ аст. гурба дар хоб ба маънои китоб низ меояд. дар баъзе ҳолатҳо гурба ба маънои дағалӣ ва дилсардӣ аз ҷониби завҷа, фарзандон, рақибон, дӯстӣ ва ба ваъда вафо накардан аст. баъзеҳо гурбаро нишонаи бехатарӣ дар хона мешуморанд. рафту дар хоб гурба шуморо нохун занад ё газад, хобатон маънои онро дорад ки шумо қурбони фиреби ҳамкоронатон мешавед ва ё ин ки бемор мегардед. ин буд якчанд хобе ки дар комментарие омад. баъзе аз хобҳое буданд ки дар он ҷо онҳо дастпона, гӯштвор, ангуштариро зикр карданд. иншоаллоҳ дар навори оянда ба пуррагӣ таъбири ангуштар, гӯштвор, дастпонаро боз барои шумо баён менамоем.